بالاخره ویدیویی در ارگ برتر آپلود شد که توضیحات بیشترش رو در ادامه ویدیو خواهید دید. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال ارگ برتر. رضا هستم و اینجا اومدم که سوالات خودتون رو بگید و بنده جواب بدم. تو این مدت که ما ویدیو آپلود نکردیم، به هر دلیلی که خودتون بهتر از من میدونید، از اغتشاشات گرفته تا نمیدونم یه آدم مسائلی که پیش اومد، فیلترینگی که شد و بسیاری از کانال‌های یوتیوب فارسی واقعا یه جوری شکست خوردن تو این مسیر. ولی خب هر طوری که هست ما الان این ویدیو رو با سخت‌ترین شرایط برای شما آپلود کردیم که دیگه این وقفه طولانی مدت ما از این بیشتر ادامه پیدا نکنه. اومدم اینجا بهتون بگم که دیگه روند کانال چطوری خواهد بود از این به بعد، ما دوره‌های آموزشیمون چطور هستش و توضیحاتی از این قبیل. قبل از اینکه توضیحات مربوط به کانال رو بهتون بگم، شما این اجازه رو دارید که هر سوالی که واسهتون پیش میاد توی همین ویدیو واسم بنویسید، بپرسید و حتما بهتون جواب میدم در رابطه با دوره‌های آموزشی، پیشنهادها، نقدها، نظرها و کلی صحبت‌هایی که همیشه هست. من در اینجا این اجازه رو به شما میدم که شما از من بپرسید، نقد کنید و یا تشویق، هر چی که هست اینجا صورت بگیره. این که ما توی تلگرام نظرسنجی گذاشتیم، توی خود یوتیوب نظرسنجی گذاشتیم که آیا دوره ای ما برای شما فراهم بکنیم یا خیر. شما اکثرا گفتید که دوره رو واسه شما درست بکنیم و ما هم سعی میکنیم که این دوره رو به نوعی واسهتون درست کنیم. این که حالا چرا من توی این دوره نتونستم ویدیو بذارم، دلیلش رو گفتم بهتون، به دلیل فیلترینگ ها بود و بهتون قول میدم که از این به بعد ویدیوهایی که در رابطه با ارگ زدن با گوشی قرار خواهد گرفت رو من واسهتون میذارم. ببینید توی این مسیری که ما کانال رو رشد کردیم، ما خوب داشتیم پیشرفت میکردیم، دیگه اینقدر شرایط واسمون سخت شد، واسه هممون، حتی واسه تویی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، حتی منی که دارم این ویدیو رو واسه تو ضبط میکنم، که اصلا گوشی گرفتن تو دستمون، اصلا ارگ زدن و اصلا موسیقی و این چیزا از ذهنمون پرید بیرون. این یه چیز طبیعیه، ولی خب هر طور که از ما زحمت کشیدیم، هلوش 40 تا ویدیو ساختیم که به اینجایی که هستیم برسیم. پس ادامه میدیم، امیدوارم شما هم ما رو حمایت بکنید. همین دیگه، اومدم بهتون بگم که هستیم، اینطوری نیست که کانال رها شده یا خدای نکرده اتفاقی پیش اومده باشه. فقط اینکه اومدم این ویدیو رو بگیرم که نقدی، نظری، هر چیزی که، هر صحبتی که داشتید در توضیحات این ویدیو در قسمت کامنت ها واسم بنویسید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.